ترند رو که جلسه قبل بهتون گفتم، اینجا الان به عنوان مثال ترند ما سعودیه، بایاس ما سعودیه و صرف ما اینجا فقط میتونیم بای داشته باشیم و خرید داشته باشیم. این به کنار، این یک مقوله است. مقوله دوم و پایه‌ای ما مبحث استراکچر. استراکچر چیه دوستان؟ استراکچر مهمترین مطالبش BOS و چاک هستن، چیزی که جلسات تقریبا اولیه بهتون گفتم. داخل بایاس ما دنبال جهت مارکتینگ سعودیه یا نزولیه، ولی داخل استراکچر ما دنبال BOS ها و چاک های بازار هستیم. اولین نشانه های تغییر روند، نشانه های فازهای سیک اند دیستروی یا کانسولیدیشن یا اکسپنشن و و و و. شما تصور کنید که یک آدم داره راه میره، خب یک خط مستقیم رو داره راه میره و این فردی که حالا مثلا این فردی که داره این مسیر رو میره، جهتش و بایاسش به کدوم طرفه؟ به این طرف، به طرف راست. درسته؟ این فرد داره میره به سمت بالا، پس بایاس ما سعودیه. ولی خب این فرد هر باری که میخواد بره بالا یه پاشو میذاره جلو اون یکی پاش دیگه. درسته؟ پس این دوتا پایه که پشت سر هم دیگه بالا و پایین میشن، به این دوتا پایه ما میگیم استراکچر، ساختار بازار. از روی این ساختاره ما جهت کلی رو بهتر تشخیص میدیم، ضعف در جهت کلی رو بهتر تشخیص میدیم. این یک مثال سادهش بود. پس اینجا ما یک بایاس سعودی داریم، مارکت صعود میکنه، میره بالا، بولیشه به اصطلاح، و یک سری آرایه، یک سری ناحیه مهم داریم. اینجا سوینگ های داریم، اینجا اوردر بلاک داریم، اینجا FEG داریم و اینا برای ما میشه استراکچر، اسکلت داستان.